با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها در شهر و دهات پنجکند ساخته به استفاده دادن یک قطار انشاءات ها به قید گرفته شده. اکثریتشان در خدمت ساکنان قرار دارند. در این روند برای در سطح بلند گذرانیدن این جشن باشکوه ملت یگان فردی به ناموس کشور را بی‌طرف نمیگذارد. این بود که در دهه میندانه جماعت دهاتی یاری با جلب صاحبکاران وطنی اسکندر حمیدوف، عمرجان براتوف، عبدالرحمن بابایوف و اهل دهه یک چاه عمودی کافته به استفاده داده شد که این امکان می‌دهد مشکل ساکنان را که به تنقیصی آب پالیزی و نوشاکی دچار بودند آسان سازد. دهه ما جزء از 500 خانگی واقعا میاد که اگر همین صاحبکارا همه خدمت همین مهنت و این همین کنند ما بسیار از آن می‌کنیم بسیار رئیسی شهر همین خدمت کارگی و مینادار هستیم. باید قید کرد که در دهه میندانه زیاده از 650 خواجگی عمر به سر میبرد که شغل اساسیشان کشاورزی میباشد و این کاری خیری صاحبکاران امکان میدهد که قطعه‌های نزد حولیگیشان را نیز ثمرناک استفاده برده از یک زمین دو حاصل به دست آورند. ما مردم دهه میندانه جماعت یاری تصمیم گرفتیم که با یاری صاحبکاران اهل جماعت قشلاق برای کمال بودن دههمان چاه عمودی کنده از آن آب براریم و این روزهای نزدیک عملی شد. دایم آب رفته ایسان آمین آمین همه خدمت کرده خدا هر نیت مراد مقصود و مراد مقصود دینی دینش الله اکبر ایران ساکنان مهنتکش و با اور دهه میندانه جماعت دهاتی یاری از این کاری خیر و ثواب صاحبکاران منتدار بوده میخواهند در فضای صلح و آسایشتگی کشور در قطار دیگر شهروندان با شکرگزاری از سیاست سازنده اساسگزار صلح و وحدت نماینده‌های ما در حضور قبول حاکم بودند. اونگاه نماینده خود را فرستادن آمده این چیزها دیدن سنجیدن و اجازه دادن. در آخر خواهش می‌نمایم که برای به رسمیت درآوردن حجت گزاری همین آبی پالیزی مساعدت نمایند که شکی به همه آنها میدانداری بیان میکنم. ساکنان مهنتکش و با اور دهه میندانه جماعت دهاتی یاری از این کاری خیر و ثواب صاحبکاران منتدار بوده میخواهند در فضای صلح و آسایشتگی کشور در قطار دیگر شهروندان با شکرگزاری از سیاست سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامالله رحمان 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را پیشواز گیرند. ما باوری داریم این کار خیر را دیگر صاحبکاران نیز ادامه میدهند. گزارش غیب الله محمدیوف، طلبشاه تاشف.